چون میدونیم یک چند روز پس یکی از ورزشکاران موفق ما لایق رجبوف موهبت دارد. چی تمنا دارین با این رزمکاری موفق شدن؟ تمنا دارم و خودم نیز یعنی مخلصی اشدی لایق رجب میباشم هم چون که من پیروز آوردم و با لایق رجب هم پیروزی تمنا دارم. خب امروز حریف چگونه بود و از کدام اصول بیشتر کار گرفتین که موفق شدین؟ حریف من خیلی پرقوت بود و چقدر در راستا او خیلی هم خوب کار میکنم و تصمیم گرفتم که در پرتین در گوشتین در زمین با او غالب بیام. اصلا بازی شما چی است در موربه؟ در مصاحبه بازی من والی گوشتین تاج آزاد میباشد. یک چند روز پس یکی از رزمکاران لایق رجب بوده. او میخواد اون победил брат. Тебя на русском лучше, да, по-моему? Мы хотим, чтобы он выиграл этот бой. Мы только поддерживаем его. И мы болельщиками. Иншаллах победа за нами. У вас база какой? Грэпплинг. امروز در این مسابقه شما بیشتر از کدام اصول کار گرفتین که بر رقیب قزاقی پیروزی به دست آوردین؟ Борьба, грэпплинг. миннатдории من برای اکای پولاد رسانم برای این خیلی مسابقه های میموندگیشان. همزمان میخوام مننتداری خیش را به محمده رستم استاد حاضره هم و او ما را برای این خیلی مسابقه ها تیار کرده. همچون ورزشگر چی تمنا داری با ورزشگری موفق کشور که چند روز پس انیخترش در شرکتی با نفوذ UFC برآمد میکند؟ ما همه کسا بالچکی با لایق رجبوف میکنیم که تاجیکستان ما را در این شرکت های کلان معرفی میکند. شامی صاحب مرد یکی از بهترین ورزشگران ما لایق رجبوف بله. لایق رجبوف موهبت دارد. چی تمنا داریم با این ورزشگر کسبی ما؟ برای این ورزشگر کسبی خود اکای لایق دعای خوب میکنیم. دعای تاجیکا همه وقت با اکای لایق جان باشه. تاجیکستان ما را با پرچمش در تمام جهان بلند برداره. دعاگو هستیم برای اکام که پیروز گردد با ما خیلی خرسند شیم تاجیکستان و پیش. ورزشگران موفق ما لایق رجبوف در شرکتی با نفوذ UFC برآمد میکند و چه تمنا دارین با این ورزشگر کشور؟ با برادرم لایق رجبوف غالبیتی با باوری غالبیت صاف و اساسش به آسیب آرزومندم. غالبیت صاف به آسیب با دستی بلند با وطن برگشتن رو برایش آرزومندم. چون میدونیم ورزش در تاجیکستان خیلی رشد کرده ایستاده است. نو بس از چی نوعی ورزشی که باشد فوتبال، بوکس و دیگر نوعی ورزش علل خصوص موهبه میخته. شما بیشتر با کدام ورزشگران تاجیک پیروی میکنین؟ در عموما به همش پیروی میکنم و در همه جا سربلندیشون رو خواهانم. کدام ورزشگر به شما بیشتر پسند است اصولی یعنی محاربه کردنش؟ به من محاربه های سمندر مرادوف، محمد نعیموف و لایق رجبوف بسیارتر پسند است. باز موین غفورов افسوس در دو محاربه آخرش مغلوب شده ایستاده است. آرزومندم که در محاربه آیندهش دست بالا میگردد و با سر بلند به وطن به نزد پدر و مادر برمیگردد.